اگه همیشه براتون سوال بوده که معامله‌گرهای حرفه‌ای چطور ریسکشون رو مدیریت میکنن، جای درستی اومدید. قراره با هم یه نگاه عمیق بندازیم به دنیای همبستگی ارزها. بذاری با یه سوال تکان دهنده شروع کنیم. اصلاً حواستون هست که ممکنه ناخواسته و بدون اینکه بدونید داری ریسک معاملاتتون رو 2 برابر میکنید؟ این یه ترس واقعی و خیلی رایج بین معامله‌گراست. و اینجاست که فرق یه معامله‌گر حرفه‌ای با بقیه مشخص میشه. حرفه‌ای‌ها به ندرت همه سرمایه و تمرکزشون رو روی یک جفت ارز میذارن. اونها میدونن که برای مدیریت ریسک باید سبدشون رو متنوع کنن. خب، همین موضوع ما رو میرسونه به اولین بخش بحثمون، یعنی اون استراتژی رایج شرط بندی روی فقط یک جفت ارز. بیایید ببینیم چرا این روی کرد که خیلی انجامش میدن میتونه اینقدر خطرناک باشه. یه سناریوی خیلی آشنا رو تصور کنید. یه معامله‌گر تصمیم میگیره کل پولشو بذاره روی خرید 1 لات یورو به دلار. ریسک پنهان کجاست؟ دقیقاً همینجا. اگه تحلیلش فقط یه ذره اشتباه از آب در بیاد، کل پوزیشنش به خطر میفته و هیچ راه فراری هم نداره. ولی خب همیشه یه راه بهترم هست، مگه نه؟ اینجاست که با زبان مخفی بازار آشنا میشیم و ابزاری رو معرفی میکنیم که حرفه‌ای‌ها برای مدیریت همین ریسک‌ها ازش استفاده میکنن. همبستگی ارزها. خب، اصلا این همبستگی ارزها که میگیم یعنی چی؟ خیلی ساده است. یه جور معیاره که به ما نشون میده 2 تا جفت ارز چجوری نسبت به هم واکنش نشون میدن. یعنی با هم میرن بالا میان پایین، یا برعکس همن، یا شاید هم اصلا هیچ ربطی به هم ندارن. این تصویر خیلی قشنگ موضوع رو توضیح میده. سمت چپ رو ببینید. همبستگی مثبت بالا. انگار 2 نفر دارن با هم کاملا هماهنگ میرقصن. حالا سمت راست. همبستگی منفی بالا رو داریم که دقیقاً مثل تصویر توی آینه هستند. یکی هر کاری میکنه، اون یکی برعکسش رو انجام میده. خیلی خوب، حالا که اصل ماجرا رو فهمیدیم، وقتشه یاد بگیریم چجوری نقشه رو بخونیم. یعنی بریم سراغ رمزگشایی جدول همبستگی. خب، اینم از ابزار اصلی کار ما، جدول همسردی ارزها. این چیزی که میبینید در واقع یه نقشه از رابطه آماری بین جفت ارزهای مختلفه که معمولاً توی یه بازه زمانی مشخص، مثلا 1 ساعت محاسبه میشه. حالا چجوری بخونیمش؟ خیلی راحته. اعداد مثبت یعنی این 2 تا جفت ارز با هم حرکت میکنن. اعداد منفی یعنی برعکس هم حرکت میکنن. هرچی عدد به مثبت 100 نزدیکتر باشه یعنی اینا رفیق جونجونی همن. هرچی هم به منفی 100 نزدیکتر باشه یعنی همیشه خلاف جهت هم حرکت میکنن. بذارید یه مثال واقعی از همین جدول رو با هم ببینیم. همبستگی بین یورو دلار و دلار ین رو نگاه کنید. عددش چنده؟ 92.6. این یعنی یه همبستگی مثبت فوق‌العاده قوی. بهمون میگه که این 2 تا تقریباً همیشه با هم و در یک جهت حرکت میکنن. حالا بریم اون سر طیف رو ببینیم. یه مثال منفی. همبستگی بین پوند دلار و دلار فرانک سوئیس چنده؟ منفی 85.4. این یعنی چی؟ یعنی یه همبستگی منفی خیلی قوی. تقریباً میشه گفت وقتی یکی داره میره بالا، اون یکی داره میاد پایین. ببینید چه ابزار قدرتمندیه برای مدیریت ریسک. خیلی خوب، تئوری کافیه. حالا که نقشه خوندن رو بلد شدیم، وقتشه بریم تو دل عمل. تو این بخش میخوایم ببینیم چجوری میشه از این دانش استفاده کرد تا یه معامله هوشمندتر و کم ریسکتر داشته باشیم. یادتونه اون شرط بندی اولیه رو که طرف همه پولشو گذاشت روی 1 لات یورو دلار؟ حالا این استراتژی هوشمندانه رو ببینید. به جای اون کار میایم حجم معامله رو بین 2 تا جفت ارز که همبستگی مثبت بالایی دارن تقسیم میکنیم. مثلا نیم لات یورو دلار میخریم، نیم لات هم پوند دلار. اینجوری ریسکمون رو پخش کردیم. خب این کار چه فایده‌ای داره؟ اول از همه ریسکتون نصف میشه. به همین سادگی. دوم این که الان 2 تا چارت دارید که تحلیلتون رو تایید یا رد میکنه. سود احتمالیتون هم سر جاشه. و مهمتر از همه اگه یه جفت ارز عقب بیفته یا تحلیلتون اشتباه در بیاد، شاید وقت داشته باشید که قبل از یه ضرر سنگین از معامله با ضرر کمتر خارج بشید. حالا آماده اید یه پله بریم بالاتر؟ بریم سراغ ارتباط ارزهای متقاطع یا همون کراس ها. اینجا دیگه واقعاً داریم از همبستگی به شکل حرفه‌ای و پیشرفته استفاده می‌کنیم. ببینید چقدر جالبه.
شما میتونید با ترکیب 2 تا جفت ارز که یه ارز مشترک دارن، یه جفت ارز جدید بسازید. دقیقاً مثل یه معادله ریاضی ساده است. مثلا پوند دلار رو در نظر بگیرید و دلار ین رو هم همینطور. اینجا دلارها همدیگر رو خنثی میکنن و چی باقی میمونه؟ پوند ین. به همین راحتی یه جفت ارز کراس ساختیم. و اما قدرت واقعی این روش کجاست؟ دقیقاً اینجاست. فرض کنید تحلیلتون میگه هم پوند دلار سعودیه و هم دلار ین. به جای اینکه 2 تا معامله باز کنید، میاید یه معامله روی پوند ین باز میکنید. حالا قسمت هیجان انگیزش، حتی اگه یکی از این تحلیل‌ها اشتباه باشه، معامله کراس شما هنوز شانس سوددهی داره. این یعنی یه لایه امنیتی فوق‌العاده هوشمند برای معاملاتتون. خب حالا که این ابزار قدرتمند دستتونه، دیگه سوالی نیست که آیا رابطه‌های پنهانی تو بازار هست یا نه. سوال اصلی اینه، شما قراره چه رابطه‌ای رو کشف کنید و چجوری میخواید ازشون استفاده کنید تا هوشمندانه تر از همیشه معامله کنید.